ببینم از چرفیه دقت بکنید خراب نکن تمامه سرکج نه و خار نه و قیچ نه و از معصومه ذوالفقاری استان خراسان شمالی شهرستان بوشنورد قچکتی و سرتاونون گرونی و سرسفران گرونی و سفره چه گر الحمدلله ما با هنرش دیگه خواهی بیسیم خب سال دوم راهنمایی درس نخوند که لگه دی خورونشتمو شروع کرد به تمچکرنه خب سفرانم نسل و ما گشتیه و خوشحالنه که و میراثی که گشته دست ما رو کمک کنه تا بگیری جایگاه خود اصلی الحمدلله قهرمان رنج مهرانی هم از مثلا وقتی در 12 سالم که در 12 سالم شروع کرد گلیم چه کرد لکناری دیگه خو میشه دیگه خو یاد کرد بعد ما شروع کرد اول تاونی قچک می یاد کرد تاونی قچک ما چه کرد بعد کم تاونی گرم چه کرد شونه کافچون چه کرد شونه نمک چه کرد بس شونه نون چه کرد ما سفره چه کرد سفره نون ما دو تا نیست دباوی خورسر می سفره کردی ما نون دخور بعد دباوی ما اشورون ام پی دوان پی ما باره خال دوانو ل اسبان بارده کرد ما پی دوانو پی اسبان ما کوچ نشینی دکرد وقتی باور کرده او زبستان تابو باور کرده او ما پاس دبری پاشمی پیز ما دبری ما توی درست ما توی شوشت مثلا تیتکر ما پی تاشون و دوی که ما خوی رحمت کرد دوی که ما رو یاد داد گو حقوق تاشه برسم ما پی تاشه ما و نخو کلا ما نخریسی کرد ما توی مثلا هرچ نخه او هرچ نخه گلیمو ما کلا با دسته خوارست ما دسته خو مثلا ما هنگ ظریف درست هنگ مثلا یه مثلا تاونه گلیمه ظریف ما ظریف درست یه گلیمه مثلا قولند درست ما وی تارو مثلا گلیم بافی شروع کرد اول از نخریسی ما شروع کرد نخریسی اول ما آماده کرد بعد نخریسی خود ما آماده کرد نخی خود هوا کرد باش ما رنگ کرد ما توانی مثلا پی پوستی گردو پی پوستی انار ما جوهریش طبیعی ما رنگ کرد ما اول ریسی خود رنگ کرد آماده کرد بعد ما شروع کرد گلیمه خود شده کرد خسته نوی، اذیت نوی. خب میگم بیارم. اگر خوازن سفره کردی بی منطقه ناسکن جسد چینی بیچی انگه تشکن ونا چینی بیچی آنن که لطاونه کرمانجی سفره کردی حتما هیا
پس اگر خواستن تشخیص بدن و صفر یا گلیم سایر استانها جوی نشانه و الان جینه بیچیانه حالا با تاونا گره که درشتره تاونه که ضعیفتره و بیچی قچکتر لبرا چه بگم هر کیجون جوانا ساخارا نشانه که هر کیجون جوانا ساخارا حکایت که داستان که خب من گوگه دعوه جینه که اکثر با جنکرمانج لطانی خود استفاده کنه وای که خب معمولا بخواد کوچه کرنه حالا یه ایلا قشتا خواهونه وسیله اون دعوه اویه خب دعوه خمالاندن مرتب باری خواست سر بارده کرن و کوچ انجام دن که تاونان ملاحظه کن یک جوا جینه خیلی مشهور که تاونان های جاگل یا جافگل جاوگل گل که او سرمه‌ای که دوری جا بخوام اکشاندنم گل برهون ویا دوینه به شکل‌های مختلف معمولا سر تاونان چه کنه این پژوهش‌هایی انجام داده بودن که و نماد قدرت هم یعنی چون دلاورون از اون که عشایر و کردها کرمانجان خیلی قدرتمندونه خیلی دلیرونه جنگاورونه صد دفاع مرزها جان استفاده کنه که ویاجی نماد قدرت جی ناو دانینه حالا پژوهش‌های اینجی صد نه انجام دینه خب و جینو کاوا که و نا بندی که دوره کن و جینو جیکه ارزم خدمتی و نماد یا نشانه گانیه اشایر همیشه چونه جمع علیک آب هوا سرسبزی هوا سالمات جروی نوی و مثلا کین اوک چه کنم چشمه یا گانی چه کنم خود چوچه که دور برای آن فریوانونه دوینه و لبرا چه کنم یک رسم گناهی وقتی کوچه کرنه سری دعوی دانه مثل گرچگی که بتونه با نماد برکت نشانه برکت و خیر و رزق و روزیه لبی نقشش دوینه که عکس گرچگی آبی تنه و افساره دعوی دانه مثل گرچگی واجی نماد کنج نشانه که جکانیه و هستکه و چینو نیفپیه که جینه که اصیل کرمانجیه متاسفانه الان جینه اصیل چنا کنه چون سخته واقعا اما هنه هنرمندن واقعا تینه با جینونو پیدا کنه مجدد چه کنه بازسازی کنه و دفروشنم خب واجی نشان اصالت سازمان جهانی یونسکو که من چند سال پیش تاونک چک کرد و 4 تا ویژگی اصالت اصیل بودن نخی یا نخی دسترس رو پیدا کرد رنگرزی گیاهی و جینه بیاد جینه کاملا یه منطقه و قوانا کمک کرد و مرحله ملی و بین المللی مقام کسب کرد کن لبرا ملاحظه کن واج برداری که من واجی چه کرد ویژ مقامانی و نشان اصالت دریافت کرد خب واجی استاندارده من که من سوال توضیح دا که انشاءالله تمام چکنه استاندارد بی قیش بی ای بعد 35 سال که لنوی کاری فرش مرحوم باوی مجی با کارا انجام داد 70 سال پیش اجی که 35 سالم سال 60 شغل میباید
بله با صرفه قدیمه نه بالا صرفه ده گوتن نان لسربان متانی ده خواهم با عکس دوانن با عکس دوانن که با کچکاجی الان 7 سال گشته دکشیده بعد وانا بزنن گوسفند بزنن وانا جی که درخته کاجو ودن که بزنانه سیره ده خان آجی جزو صرفه قدیمی رو تختی ده گوتن وانا و چند نقشه لویا لکار چونه که و الان و حاشی ویا و قایق دویژن ویا نقشه شاخ دویژن ویا نقشه زولی دویژن 3 نقشه الان ویا لکار چونه بنا بعد سوا به مثلا صرف نان قدیمه که سوا انگشتی ویا را دین صرف انگشتی و صرف انگشتیه بعد با تیزار رقم صرفه که با صرف نیمه نقش و چیدن با همچنان قبل صرف قدیمه نه 100 سال پیشنده بنا نقشه فرش کردیجی مختلفن بالاخره وانا نقشه که خاص جروی نقشه نه وانا کل زینی نه وانا به زینی قدیم که بافتن قرار زینی چه که جروی نقشه وانا نه وانا این پشت در پشت یه وانا خزانانا یاد بگیرن جمع دیه خوابا بخوا بعد چی زینی هم یعنی 95% زینیه هنه مثلا نقشه قایق دویژن نقشه پنجه شیر دویژن پنجه گربه دویژن نقشه درخت دویژن نقشه آهو که کیوی دویژن بعد پر نقشانا بالاخره نقشه بردر دویژن نقشه بله نقشه دوری دویژن نقشه مجمع دویژن نقشانا هزارها نقشه که واجه پشم گوسفند کله رنگانه طبیعی نه رنگ شیمیایی نه رنگ گیایی نه و گیای چوله برفته کردن و گیای چوله حالا الان کمبش شیمیایی بیه ولی قدیم کلا گیایی بود خاصیت دخواهی که هر چه کار کرد یعنی رنگی بی شفافته رو رنگتر داره خاصیتی خواهی دست ناده سان نشستن سا وجودیه که خیلی رنده نتیجه فرشی ماشینیه که مزر رو شیوان ها وانا بعضی مریضی خواهنه مریضی جیکه دور دکن تا مریضی بینه مریضی جیکه دور دکن بافنده من 90% جنن دیگه از مساله دادم و تر دادم و انا چه دکن هم سامان رنده هم سامان بالاخره اشتغال زایی یک رنده گلیم فرش سوزنی دوینه و فرشی سوزنی هرچه طرح ظریف و خیلی این زبانه هنه خواه گلیم چند نوع گلیم هیا گلیم کردی باف کلان رنده ترکی باف هیا نقشانه فارسی باف هنشینه ولی کردی باف معروف ترین گلیم کردیه که الا به منطقه قوشانه